پول گرفتن از شوهر و پدر هیچ ایرادی نداره. وظیفه‌شونه بذار بدن. تو هم بگیر. اجازه بده ازت مراقبت بشه. اما تصور کن الان توی موقعیتی قرار گرفتی که شوهر دستشو میبره عقب باسنشو بخارونه، تو دستتو میبری جلو پول بگیری چون فکر کردی می‌خواسته بهت پول بده. یا توی دوره همی خاله فریده واسه مامانش چشم نازک کردی، این هفته عشقش نمیکشه پول بده با دوستات بری بیرون. به نظرش تو به اندازه کافی مانتو داری، مانتوی جدید لازم نداری. به نظرش موهات خیلی هم خوبه، لازم نیست رنگش کنی. به نظرش اون یکی دوستت اصلا دوست خوبی نیست، اصلا باهاش بیرون نرو. و کم کم دیگه انقدر راجع به همه چیز نظر داره که دیگه این حالت پول گرفتن و دادن از وظیفه در میاد. دیگه میشه بازی قدرت، میشه ابزار کنترل تو، دیگه میشه جعبه حبس تو که زن 20 ساله 30 ساله 40 ساله بعد صبح به صبح نگاه بکنی میره دستشو میبره عقب میخواد باسنشو بخارونه یا به تو پول بده. یه سری چیزا هست شاید بودنش خیلی به چشم نیاد اما نبودنش خیلی به چشم. اصلا پول درآوردن هم همینه. تو ماهی 3 میلیون در بیار، ماهی 10 میلیون در بیار، ماهی $1000 در بیار، شاید به نسبت خرجای زندگیت خیلی کم به حساب بیاد اما نبودشه که عذابه، نبودشه که اذیتت میکنه، نبودن همون مبلغ کمی که تو رو تبدیل به ابزار کنترل میکنه. فکر میکنی مافیا چرا مافیا شد؟ واسه خاطر تفنگ و دعوا و کتککاری؟ پوله که قدرت میده. کمش یه ذره قدرت میده، نبودش هیچی قدرت نمیده. قدرت تو دستت بگیر.